همیشه این دعا رو بخون: خدایا منو در قلب کسی سنگین قرار نده. پس هر کس آرزوی اینو داره که ازش دور شم، پس منو ازش دور کن. همه رفتنی هن. بعضی ها میرن زمانی که نیاز به کمک داری، بعضی ها میرن زمانی که به خواستشون برسن، بعضی ها میرن زمانی که جایگزینی به جات پیدا کنن، بعضی ها میرن زمانی که بفهمند در قلبت جایی ندارن. همه راه های رفتنی دردناکن. مدت کوتاهی با همین. سعی کن در این مدت شادی کسی رو ازش نگیری، خوشحالی کسی رو ازش نگیری، قلب کسی رو نشکنی. سعی کن اثر زیبایی از خودت در این دنیا بذاری برای زمانی که خودت نباشی. سلام علیکم.